مادها دسته‌ای از آریایی‌های مهاجر بودند که در غرب فلات ایران و در دهکده‌های مختلف مستقر شدند. کدخدای یکی از این روستاها مرد عادل و دانایی به نام دیاکو بود که مادها برای رفع مشکلات از او کمک می‌گرفتند. خب این هم روستای دیاکو، جایی که مشکل ما حل خواهد شد. سلام، اگه دنبال خانه دیاکو میگردید من میتونم راهو بهتون نشون بدم. سلام پسرم، از کجا فهمیدی که ما با دیاکو کار داریم؟ خب این که معلومه، اینجا هر غریبه‌ای که وارد میشه حتما با دیاکو کاری داره. چه بچه باهوشی، بی جهت نیست که کدخدای اونا اینقدر داناست. اینجا همه دانا هستن. اما وقتتون رو تلف میکنید، مشکل شما حل نخواهد شد. چرا؟ کدخدای ما دیاکو چند روزیه که میونه مردم قضاوت نمیکنه. آخه چرا؟ خب معلومه، چون این کار باعث میشه که اون نتونه به کارهای شخصی خودش و خانواده‌اش رسیدگی کنه. اون که مثل پادشاهان آشوری نیست که کارهای شخصیشو به دیگران بسپاره. عجب. کی میخواد مشکلات ما رو حل کنه؟ نگاه کنید، دیاکو اومد. ای مردم، هرچند که میدانم مشکلات زیادی دارید و بعضی از شما نیز از راههای دور به اینجا آمده اید، اما باید بگویم که میدانید ما ایرانیان برای خانواده ایمان ارزش زیادی قائلیم و من موظف به رسیدگی به مشکلات و مسائل خود و خانواده‌ام و کسب درآمد نیز می باشم و به همین دلیل مدتی است که نمیتوانم به امور و مشکلات شما رسیدگی کنم. حال خود تصمیم بگیرید که چه باید کرد. ای دیاکوی دانا، ما نمایندگان بزرگترین اقوام ماد هستیم و راه چاره را میدانیم. همه مادها باید در یک مکان جمع شوند و پادشاهی واحد داشته باشند. با این روستا را به عنوان محل تجمع مادها و مرکز زندگی همه قبایل پیشنهاد میکنیم. و دیگر این که پیشنهاد میکنیم تا دیاکو به عنوان مردی عادل و منصف در بین قبایل ماد بر ما حکومت کنند. و سرانجام دیاکو به عنوان پادشاه ماد برگزیده شد. مادها همچون همسایگان خود ایلامی‌ها و آشوریان دژهای محکمی ساختند که بزرگترین آنها دژ محل اقامت دیاکو در دامنه کوه الوند بود که به وسیله 7 دیوار بلند محافظت می‌شد.